سلامت باشید. بانو ستاره فخرالدین زاده سوال کرده است: در سازمان امنیت همکاری اروپا از نام تاجیکستان برآمد کردید و پیشوای معظم و مکرم ملت را فیورر گفتید. پس شما خودتان کیستید؟ بانوی عزیز، اولش این که من این کلمه رو استفاده نبردم و پرزیدنت تاجیکستان رو فیورر نگفتم. دومش این که این کلمه واقعا در دالان‌های کنفرانس سازمان و امنیت اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا صدا داد، زیرا کلمه تاجیکی پیشوا با زبان آلمانی فیورر ترجمه می شود. گیتلر هم در زمان خود پیشوا بود، پیشوای ملت آلمان بود، همین گونه قانون را قبول کرده بودند و به زبان آلمانی فیورر می شود. اگر کسی هم این کلمه را استفاده برده باشد، این را همچون مثال آورده است یا هنگامی ترجمه استفاده بردن، شما ناراحت نشوید. اگر شما واقعا باور دارید که اون نفری که شما پیشوا میدانید پیشوا هست، پس ناراحت نشوید. در زبان آلمانی این همچون فیورر می شود. پس شما برای خودت فیورر انتخاب کردید و چرا ناراحت میشه؟ در دنیا تنها چند کشوری هست که این گونه پیشواها را داشتند. یکیش هم همین آلمانی ها در زمان فاشیسم بود، در زمان گیتلر. دیگرش ما هستیم که در زمان امامزاده رحمان هست. و حالا اگر این خوب است بد است قضاوت با شما، اما برای ملت های متمدن، برای جهان امروزه، جهان معاصر، این یک پدیده بسیار بد است، پدیده خنده آور است، خجالت آور است، مسخره بازی است. اما شما این را انتخاب کردید و حالا فخر کنید با فیورر داشتنتون. ما از این خجالتیم، از این ناراحتیم و از شما هم خواهش میکنیم که برسانید به کسانی که حرف شما را میشنوند که هر چه زودتر از این خجالت و از این شرمندگی دست بکشند. شما اگر اهمیت داده باشید، حتی مسئولین تاجیکستان هم وقتی که در خارج صحبت میکنن کوشش میکنن کلمه پیشوا را استفاده نبرند. در داخل تاجیکستان شماها در رادیوها در همه جا وقتی که نام پرزیدنت رو میگیرن، اول اون عنوانهای دور و دراز و تندتراق چند متری رو هم نام میبرند. اما در خارج وقتی که همون منصبدار میآید درباره تاجیکستان یا درباره پرزیدنت گپ میزند، شرم میکند و به خود اجازت نمیدهد در پیش یک آلمانی، در پیش یک فرانسوی، امریکایی بگوید که پیشوای ملت فلان و فلان. بسیار راحت کوتاه‌کل میگوید پرزیدنت تاجیکستان جناب فلانی، چون در اروپا، در جهان متمدن این قبول شده است. اما وقتی که این منصبدار به تاجیکستان برمیگردد، در اونجا دیگر مجبور است که تمام این عنوانهای دور و دراز را نامبر کند. حتی خود منصبداران تاجیکستان میدانند که در خارج گفتن این چیزها عیب است. حالا شما شاید جوان باشید، دنیا رو زیاد سفر نکردید، ندیدید، اما یک کمتر مطالعه بیشتر کنید، بعدا خواهید فهمید که منظور ما چی است.